اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. مجموعه اعیادی که در اونها واقع شدیم رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. چون وقت موزیق در حد یک رو قرار مزاحمتون بشم دیگه اسم نمیبرم. 7 دقیقه؟ چون خب 7 دقیقه وقت دارم؟ چشم. در حد 7 دقیقه. چشم. آره چشم. در حد 7 دقیقه تنظیم میکنم. مطالبی که دوستان گفتن خیلی استفاده کردیم، عالی بود، دغدغه‌هایی مطرح شده بود. شاید اگر دیروز می‌دونستم این نوع مباحث هست، بحث کنترل سایبرنتیک رو انتخاب می‌کردم، میگفتم که ارائهش بکنیم، چون تمام بحثایی که دوستان تو این چند لحظه فرمودن بدون بحث کنترل سایبرنتیک کاملا عقیم. اگر نیاز باشه بعدا تو جلسات دیگه‌ای عرض خواهم کرد. 3 تا جریان خیلی مهم کنترل سایبرنتیک در دنیا داریم که ما باید تعیین کنیم جزو کدوم می‌خوایم بشیم. تا تعیین نکنیم این مشکلاتی که برادر عزیزم جناب دکتر چگینی گفتن، جناب دکتر فولاد گفتن، همین سر جای خودش خواهد ماند. اما بحثی رو که بنده در خدمت شما هستم، ضرورت پرداختن به فلسفه هوش مصنوعیه. من یه بحثی رو شروع کردم، تقریبا هر جای کشور هم که میرم تعمداً همین موضوع رو میگم، ادامهش نمیدم، میخوام ادامه بدم، دامنش طولانیه. دانش‌های بنیادین هوش مصنوعی، 8 دانش دست به دست هم دادن، هوش مصنوعی متولد شد. از اون 8 دانشی که دست به دست هم دادن، 5 تاش فقط مال علوم انسانیه، 3 تاش غیر علوم انسانی هستند ولی لبه علوم انسانی دارن. این نشون میده که دانشگاه‌هایی مثل باقرالعلوم یا خود ما تو دانشگاه آزاد که مستقر شدیم، چون ما خروجی دانشگاه باقرالعلوم در جای دیگه و افتخار ما اینه که فارغ التحصیل همینجاییم. اولین فارغ التحصیل فلسفه فیزیک اینجا بندم و این از افتخارات بنده است. خب این مطلبی رو که ما این وسط داریم، 8 دانش بنیادین رو بریم بشناسیم. جای خودش باید بحث بشه. من تعمداً نمی‌خواستم اینو بگم چون فکر کردم از بس که دوستان خودشون آشنایی دارن نیاز نیست من بگم. اولین و مهمترین تو اون 8 دانش فلسفه است. ما باید تکلیف فلسفی خودمون رو با هوش مصنوعی مشخص کنیم. من پس فلسفه تا ما میگیم معمولا میایم روی مباحث خرد فلسفی، هوشمندی چیست، چگونه نظر به عمل تبدیل میشود، چگونه آیا میشه هوش مصنوعی. این همشون هم هست، کاملا هم درسته. همه اینها کاملا درسته. همین رویکرد منطقی که شما فرمودید توی هوش مصنوعی جزو 4 رویکرد اصلی، رویکرد سومش منطقیه که این فضاش میشه منطق سوری. اگه این رو گفتیم فهم ما از فلسفه کاملا بلد. حتی اون رویکرد آلن تورینگ هم فلسفیه. حتی رویکرد کنش‌های عامل‌های هوشمند هم فلسفیه. حتی رویکرد شناختیش هم فلسفیه. جناب استاد